نوی خود مزرو دلوان خوشحالی ندارو جارک و دیل قضا شیخان برای بنیادی ما بکومک و پروژه دانا و تقریبا با 8 میلیارد و 400 میلیون دینارانه خطاب خانه ریکت گندانه جاده آب و کهرباء تیده های و هر وسال سر داخواز خلکی کلندک جا اندک داخواز هبون گرک عردامه سوز داوی خلکی کلندک پروژه دی انشاءالله مواه که نیزیک دی زوری نوه و او پروژه جده نجبه جی کرد بس مهمه او پروژه تاورو برید بنیاتی نه و خوشبختانه گل دانانو برای بنیاتی پی معنای نکو صفری دین دست بکن گلک عردا برای بنیاتی ما دانا حتی ویرو گشتی که برای بنیاتی دانان الحمدلله بینین که شوله که باشه تیدا تیتا کرن یعنی ما که گلک نیزگی دی کرنات خدمت هاولاتی دا و هر وسا کمک پروژه دیجمه تای بو قضا شیخان هم بو نوان دا قضای و هم بو گنده دوبر سر راست پرده و سیاست جناب سروک حکومت هرم کردستان رئیسدار کاک مسعود بارزانی کو پیتا و گرنگه که تایبت داده گندا و با دورت هجار نشین و دورت چکل دوره دست سروی اساسی جی هر وکیل ملاحظات کن پتر ما گرنگی خو و ترکیز و گرانی خو خستی سر او پروژه کو بو گندا و دورت چکل دور تنه پیشکش کردن و تنم یکسانی بزاوی بکن کو مستلزمات اساسی جیانه بو همی دوران همین کم بفرق و جوازی بل سروی اساسی جی کاری که باش بگندای تکرار و انشالله دزوری نبود و جورک دیدم دسته که پرتر دزوری نبود و کمک پروژه انشالله سنور قضا شیخان ده نراگان. جناب پارسبری اول پاسخ سوریه تو پروژه یعنی ما ترسیل سرگیانه حولاتیان گلکه وقتی چی با سوریه هنی اودی کنگی بریار سری دادن و بریار جو سایدا سوریه حتی مس همیتش بودی کردن دیف بودن رو برن حق سوریه کو دیف چون بودی کردن اودی کنگی کتاباره جبه جکرنه. دنیا راست گلک پروژه میتای موافقات جی میتای بس من توسط وضع آبوری هرم کردستان او پروژه کو تیجوی و گلک میتن انشالله هنزانن یعنی حتی انو که نفت هرم کردستان نایت افرای کردن و انو که اولویت کاری ما دابین کردن موچه و بودجه تشغیلیه بو خدمت حولاتیت میت خوشتوی انشالله پروژه همین وقتی که مناسب داده نجیب جی کردن زور سپاس.